سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به ویدیو. در ویدیو میخوایم درباره جویستیک و صورت اسپرینت با هم دیگه یکم اختلاط بکنیم. چند تا جویستیک مختلف با صورت‌های اسپرینت مختلف تست میکنیم و آخرش براتون توضیح میدم که برای چه جویستیک، یعنی چه سایز بزرگیش باشه. مثلا اگه 200 باشه جویستیکتان، اسپرینت چند برایش بذاری که بتونه ایمی بهتر و ریجستر بهتری داشته باشه که روی ریجستر مستقیم تاثیر داره. چند تا جویستیک با هم دیگه تست میکنیم، آخرش براتون توضیح میدم چه سایزی میتونی بذاری. بریم برای تست. این سایز اسپرینت ای 3 تا کیل هر ستاش با هم دیگه 92 بود. سایز جویستیکش 175، ولی فقط راضی کننده است از نظر من، یعنی اون چیزی که باید نیست. بریم بعدیش. ببینی دو تا فایتی که الان دیدی، اردوش 92 اسپرینت، اونو 87 جویستیکش بود. از این سایز 87 که از بهترین سایز هست برای تی دی ام. بریم بعدی. اون 177 قبلی را فقط 175 قبلی دو سایز برد، این بار 177 کردیم. ریجسترش خیلی، یعنی خط ایم خیلی بهتر میتونی نگه داری. یک لرزش بودی راحت، یعنی روی هد نفر میچسبه. نگاه دو تا سایز چقدر تاثیر داره داخلش. دو تا کلیدی فقط دو تا سایزش، یعنی دو تا کیل بیشتر از قبلی بود. الان این سایزش سایز مورد علاقه خودم، سایز اسپرینتش یا 88 یا 87 میذارم. اسپرینت واقعا عالیه برای جویستیکای بلند بزرگ. یعنی الان 177 دقیقه چند داریم، فقط سایز اسپرینت عوض کردیم، 88 مانده میشه. یا 87 یا 87 88 یا 87 میذارم. واقعا عالیه، میتونید شما امتحانش کنید، خیلی خوب است. این یکی از ترکیبای خیلی خوب است که جویستیکت بلند بزرگ 170 خورده ای که مانده بودم و اسپرینتش کتش سرد می باشه. خیلی ترکیب خوبی است. رسیدیم بچه به مورد علاقه خودم، شما هم تستش کنید. ببینید جویستیک 88 گذاشتیم، صورت اسپرینت هم یه 88 یا 87 فرق میکنه، نزدیک خود همی چیزی که جویستیک هست میذاری. واقعا یعنی تایت است، خیلی تایت است. از این کیلو بعد یعنی در قضیه جالب میشه. جویستیک بیخی غول میشه. جویستیک کلن مکس سایزش به پای اسپرینت 2 تا کیلو پشت سر هم، یکی اسپرینتش پایین گذاشتیم 87، بعدیش که الان میبینین اسپرینتش 100 کردم. تفاوت فقط ده یک اسپرینت، دیدی؟ جویستیک هموه ده یک اسپرینت. بچه ها یک نکته براتون بگم، فکر نکنی که 2 تا هد 3 تا هد بزنی اون مو جویستیک خیلی بهترین است. نه،
اون سایز اسپرینت مهمی است که ایمت سر نیمی قفل بشه. حالا شاید تو که بادی رجیستر هدشات داشته باشی، این مهم است. نگاه کنید دیده شبیه چاد بود، یعنی رجیستر فرقی نمیکرد، ولی با همون یعنی چات رجیستر چات. خب بخش مهم ما این میجه است، فقط سعی کنیم ببینید بچه ها این جویستیک از من خودم استفاده میکنم در لایاوت 3. خب در لایاوت 3 جویستیک من روی 92 میذارم به کلاسیک، چون کلاسیک پلیر هستم به کلاسیک همه تو فقط اسپرینت بالا و پایین میبرم. خب ببینید کیلا رو خودتون میبینی ایمه چطوری روی نیم قفل میکنه. جویستیک من 92 روی لایاوت 3 سایز اسپرینت بالا و پایین میکنه. خودتون یعنی تفاوت ببینید آخرش. قد اسپرینت کمتر می جویستیک این بهتر فوکوس میکرد دیگه، دقت کرده باشه. کیلای آخری که دیده کلا جویستیک لایوت آخری سایز 92 بود. جویستیک خودم استفاده میکنم و برای کلوز از نظر من بهترینش همی است، واقعا از کلوز تایید است. و نکته آخر ویدیو که مهمترین شامیست، اصلا ویدیو به خاطر این جور شده بود، اگه برید دقت کنید ویدیو متوجه میشی. سعی کنه وقتی که جویستیک تانه خیلی بزرگ میذاری از 150 رد میکنه دیگه، نزدیک 200 میشه، شاید مثلا بعد 250 استفاده کنم مثل مرواری. خب باید اسپرینت تان پایین باشه، بین 85 تا 90 بهترین است از نظر من. خب چرا بهتر میتونه یعنی ایم تانه یعنی قفل کنه روی نمی بهتر میتونه کدش ایم بگیری. خب وقتی مخصوصا وقتی که مومنت انمی خیلی سریع چپ و راست میره. خب و وقتی که جویستیک تانه اونو خورد میمانی، مثلا بین 85 تا 100 میذاری، اون موقع بعد اسپرینت تان بالا باشه. بسری به خودم بین 95 تا 100 معمولا 100 میذارن بیشتر پلیر ها، ما هم 100 برتام این صورت اسپرینت خوبی هست اکو. ولی در کل ولی خودم چیزی که برای کلاسیک تنظیمش کردیم، یک کلاسیک پلیر هستی لایاوت 3 سایزش 92 جویستیک و سایز اسپرینتش 87 یا 88 سایز ها عالی است و بهترین هستک. و بچه ها میپاید ویدیوی بعدی ما سکنه. ویدیوی بعدی یک چیزی رو میخوام براتون یاد بدم که یعنی هر کسی براتون نمیگو، تاپا که رازایشونه به هیچ کس نمیگن. خب که یعنی تاپ هستن دیگه، مثلا کسی راز خودو به کسی بگه لو میره. خب و مهمترین چیز برای سنسیویتی یعنی بیشتر از اعداد سنسیویتی گرافیک بازی مهم است. گرافیک بازی خیلی مهم است. رنگ هیت که خون پاش میخوره از نفر و گرافیک نور آیپد، امی تنظیمات گرافیک که داخل خود پابجی هست، اینا را چطوری تنظیم بکنی که تو بتانی بهتر ریجستر بگیری. این در ویدیو بعدی حتما منتظرش باشی، درست میکنم براتون میذارم ببینی. تشکر دویجه تماشا کردی ویدیو را، به الله متعال میسپارمتان.